برگشتیم در خدمتتون هستم. جواد صفارزاده، آقای دکتر بهرام اسکوئی زاده. ادامه بحث قبل از پیام‌های تجاری که راجع به فیسبوک بود و صحبت از این بود که ما از کجا بفهمیم که اگر یک پیامی برای ما اومده اینو کامپیوتر برامون فرستاده، همون ایونتی که گفتم، یا اینه که نه اون شخص، اون دوست ما خودش مستقیما برای ما فرستاده. من میرم توی همون سطر بالایی که نوشته بود فیسبوک، هوم، پروفایل، همه چیز. خب میرم رو اون یک کلمه اینباکس داره. اگر یادتون باشه اینباکس تو ایمیل هم بود. خب در اینباکس شما، در ایمیل فیسبوک شما، اینجا الان میگه 5 تا ایمیل جدید آمده. 5 تا، حالا اسمشون مسیج بذارن، ایمیل بذارن، ولی خصوصیات همون ایمیل رو داره. یعنی یک شخص به یک شخص دیگه یک پیغام میده که میتونه این پیغام مفصل باشه. خب من الان میرم اونجا ببینم که این 5 تا ایمیل جدیدی که برای جناب صفارزاده آمده چیه. مثلا اولیش از شخصی هست به نام پریا صادقی. خب براشون جواب سلام رو فرستادن. این یه ایمیله. این یه ایمیل خیلی مشخصه دیگه، یعنی خود این شخص، این دیگه کامپیوتر نفرستاده برای من، خود بله. این شخص برای من فرستاده. بله، این شخص براشون یک ایمیل فرستادن مشخص، شما میتونید جواب بدین و این کانورسیشن، این صحبت رو میتونید کم کم ادامه بدید و مفصلش بس بنابراین شما اگر این که رفتین روی فیسبوکتون، همونجوری که اشاره شد، دو راه هست، از دو طریق هست که شما میتونید که خاطرتون جمع باشه که با خود شخص در تماسین. یکی از راه چت و یکی توی اینباکستون. اما وقتی تو ایمیلاتون، شما وقتی که میرین ده ها و شاید صدها از فیسبوک یا توییتر هم که بعداً درس میدم اومده، اونا الزاماً خود شخص ممکنه نفرستاده باشه و ممکنه که خود کامپیوتر و اون قسمت ایونت که صحبت شد براتون فرستاده باشن. حالا بحث بعدیمون، چون همونجوری که گفتم فرصت کمه، تو خود فیسبوک ما این راجع به عکس صحبت میخوام بکنیم. آقا یکی بخواد عکسشو بذاره یا عکسشو مثلا عوض بکنه، اینو چجوری میتونه این کار انجام بده؟ اولا مسئله اینه که ما باید اون تو کامپیوتر داشته باشیم اون عکس رو، در ضمن بدونیم که کجا هست، جاش هم بدونیم که مثلا این عکس من رو دسکتاپمه، در داخل نمیدونم فولدر مای داکیومنت هم هست، هر جا هست. وقتی که از محلش آگاه بودم، اون وقت خیلی ساده میرم تو فیسبوک و الان با شما راجع به عوض کردن یا گذاشتن عکسم صحبت میکنه. خیلی نکته مهمی رو گفتن جناب صفارزاده، این که ما بدونیم هر عکسی جاش کجاست. این از همه چی مهمتره، چون من الان هر چقدر برای شما توضیح بدم که چه جوری عکس رو آپلود کنه، اگه ندونید عکستون رو کامپیوترتون کجاست، هیچ کاری نمیتونید بکنید، گم میشید. عکستون باید مشخصا تو کامپیوتر مشخص باشه. بهترین جا و ساده ترین جا برای یک لحظه اینه که شما این عکس رو کپی بکنید روی دسکتاپتون، یا روی یه فولدر بزنید که روی دسکتاپتون هست. من الان خیلی ساده بهتون نشون میدم. روی دسکتاپ خودم ببینید الان اینجا هست sample videos، sample pictures. اینا یه سری عکس هستن که من اینجا گذاشتم فقط برای استفاده این کار و شما خواهید دید. حالا این عکسایی که اینجا هست، من میتونم این عکس‌ها رو آپلود بکنم روی پروفایل جناب صفارزاده. ولی یه نکته دیگر رو من بخوام توضیح بدم اینه که توی این توضیحاتی که من داشتم میدادم، دو جور شما میتونید عکس بذارید. یکی هست که شما میتونید آلبوم تعریف بکنید. هر آلبومی رو که شما تعریف میکنید یک مجموعه عکسی میتونه داخلش قرار بگیره. اگر چند تا شما بخواید پروفایل پیکچرتون رو مشخص بکنید، پروفایل پیکچر همون عکسی هست که کنار مسیجا، کنار چت و کنار چیزای آلبوم که شما گفتید توضیح بیشتر یعنی بله چی؟ الان عرض میکنم. این عکس پروفایل، اون جاهای مختلف کنارشون هر چی شما مسیج میزنید این عکستون کنارش میزنه، برای اینکه دیگران بدونن شما کی هست که داره میزنه به راحت غیر از اسمتون. ولی آلبوم یکی از بزرگترین استفاده های فیسبوک اصلا اینه که شما یادتون هست که قدیم خب یه آلبومی داشتیم، باید دوستان رو دعوت میکردیم، بهشون شام و نهار میدادیم تا بیان عکس‌های شما رو ببینن. الان میگن آقا یه دونه دیسک برام
بسوزون یا برن کن به ما بده که خیلی از مواقع شما دوستا رو نمیبینین اصلا کجا هستن. از موقع آمدن فیسبوک اینطوری شده که شما میرید یه مهمونی 4 نفر از دوستان رو میبینید که قرار نیست به این زودیا دوباره ببینینشون، اینا رو آپلود میکنید رو فیسبوکتون. اگر اون دوست ها جزء فرندز لیست شما باشن، همون لحظه که شما اینو آپلود کردین میتونن اون عکس‌ها رو ببینن و این خیلی خیلی ساده میکنه موضوع. این اصل فیسبوکه که میگن فیس یعنی صورت، ولی فیسبوک از اصلش از همین تصویر و عکس نشون دادن که همه میتونن عکس هم ببینن. اصلا وقتی که شما ساین اپ میکنید برای فیسبوک یا جوین میشین به فیسبوک، اولین ایمیلی که فیسبوک برای شما میفرسته اینه که میگه check out my pictures on my Facebook. یعنی اصلا داستان از عکس شروع شد. باریکلا، بر اساس عکس. بر اساس عکس شروع. خیلی خوب. حالا ما میریم اینجا. پس اجازه باید ما متوجه نشدیم، چون من باید حواسم جمع بشه همه چیز به زبان مادر بزرگ آقای دکتر جان. ببینید اون آلبومی که شما گفتین، آلبوم عکس، این چجوریه، کجا درستش کنیم، کجا باید باشه؟ خیلی خوب. حالا آلبوم عکسی رو که ما میگفتیم اینه که من یه تعدادی عکس دارم توی یه فولدر که همین جایی که بهتون گفتم سامپل پیکچرز اینجا من گذاشتم، یه تعدادی این عکس هست. فرض کنیم این آلبوم بنده است. پس یه فولدر ساده شما که توش فقط عکس بذارین، به همون شما میتونید بگین آلبوم. بله، به اون میگین آلبوم. ولی وقتی که وارد فیسبوک شد اصلا اسمش هم میشه آلبوم. اسم دارن، اون مجموعه عکس رو با هم دیگه جمع میکنه، تو یک گروه قرار میده، اسم اونو میذارن آلبوم. ببینید الان احتمالاً جناب صفارزاده آلبوم ندارن. من میرم توی فیسبوک. ما چی داریم که آلبوم داشته باشیم آقای دکتر جان؟ خواهش میکنم. عرض شود خدمتتون که توی ستون سمت چپ اگر دقت بکنید نوشته نیوز فید. بذارمش جلو دور ببینم. آها خب. نیوز چی؟ نیوز فید. یعنی چی نیوز فید؟ یعنی خبرها، همون چیزایی که میخواید شما دوستانتون میذارن توی اون قسمت بالاشون و شما میبینید. خب این به طور عادی به شکل دیفالت میره تو نیوز فید. بعد زیرش نوشته استاتس آپدیت که حالا ما در مورد اون بعداً صحبت می‌کنیم. یه چیزی نوشته فوتوز. این همون جاییه که آلبوم‌ها و عکس‌ها قرار دارن. خیلی خوب. من الان میرم توی فوتوز کلیک میکنم. خب خیلی خوب. الان چیزی که اتفاقی که افتاد اینه که شما هیچ فوتویی اینجا ندارید. نه. خب هیچ فوتویی که ندارین، کاری که شما میتونید حالا من میخوام همون فولدری که روی عکس شما الان نشونده اونو من بکنمش جزو آلبوم خودم اینجا که همیشه عکس از اونجا داخل بشه. بله. حالا اتفاقی که میفته اینه که باید ما رفتیم توی بخشای چیزای جدیدی که اومده. خب من باید یه مقدار این چیزا رو عوض بکنم که بتونم. برای اینکه این کارو ما بخوام بکنیم یه مقدار لازمه که ما ستابایی که الان داره، ستاب یعنی منظم کردن قسمت‌های اولیه رو تنظیم بکنیم که باید بهتون توضیح میدم که ما بتونیم همون فولدری که تمام عکس‌ها ما درش هست به عنوان آلبوم استفاده بشه. بله. خب همین جایی که بودیم الان من میام اینجا. اگر میخواید یک عکسی رو به یک نیوز فید وصل بکنید، اینجا میایید کنارش، شما اینجا میزنید فوتوز. این فوتو رو یک عکس رو به یه نیوز فید، همون چیزی که در مورد خبر ما توضیح دادیم، وصل میکنیم. ولی چیزی رو که من الان در حقیقت میخوام در موردش توضیح بدم اینه که ما میخوایم من دوباره باید برگردم تو یه جای دیگه، چون این عکس به نیوز فید یعنی چی؟ من رو رد ببینید شما هفته پیش که در موردش توضیح داده بودیم این بود که ما میگفتیم شما میتونید استاتس آپدیت بکنید یا یه خبری به دوستان بدید. وقتی که اون خبر رو میدید، مثلا فرض بکنید من اینجا مینویسن we are تایپ بکنه خیلی خوب میشه we are. البته میتونید اگه کامپیوترتون فارسی بنویسه در فیسبوک فارسی هم میتونید تایپ بکنید. اگر هم که نه فارسی انگلیسی میتونید تایپ بکنید یا هم که به هر زبانی که هستید. این مثلا فرض بکنید من توی این یک تایپ کردم که we are here و یه کلمه میزنم upload photo. ولی چیزی رو که میخوام در موردش خیلی سریع بگم که ما باید بریم توی این جایی که نوشته شده جواد صفارزاده بالا، قسمت بالا. یادتونه در مورد فیسبوک گفتم اینجا نوشته یه چیزی داره، یه قسمتی داره که نوشته شده wall info photos و چیزی که شما میرید توی فوتو اونجا میرین، بعد می‌نویسه که create photo album. بارکالله. این اونجاست که شما میزنید create photo album، خیلی سریع اسم میذارید برای آلبومتون.